سلام خدمت همه کورنادیای عزیزم، دارم حال دل همتون خوب باشه. خوش اومدین به این ویدیو. من نادر هستم و امروز اومدیم از یک گیم پلی از کوروش عزیز همکارم که بهتر پلیش در حد تیم لالیگاه و پلیر خیلی خوبیه. این کوروش خیلی این کوروش نیست، این چیته. این اصلا موضوع ویدیو شده کنین چی باشه. این کوروشه که داره اسلاید میزنه رو هوا. نه، این چیتره. این پوفیوزی که در تصویر مشاهده می‌فرمایین چیتر هستن به اسم آقا محمد که با کوروش شرط بستن بیان بازی کنن. اگه کوروش بود شما مهمون کوروش. والا کوروش جان گندگوزی میکنی، اینم عاقبتشه دیگه. حالا خودتون میدونین در ویدیو چه اتفاقی میفته. این ویدیو رو بفرستین برای گندگوزای عزیز. کوروش هم حالا در این چنل ویدیو میذاره ولی خب حالا چند تا ویدیو اول من میذارم تا راچا یوتیوب دستش شد. در حال من 3 سال در چنل های مختلف از نادر بیوتی گرفته تا پیش رفیق شفیقم مهدی فسیل فعالیت کردم و حالا راچا یوتیوب بیشتر هستم. چون اینجوری که من با تو حرف میزنم حالا نتونه حرف بزنه، نتونه انقدر روون حرف بزنه، استرس داشته باشه، استراب داشته باشه. به هر حال پیش میاد دیگه. بر کار به کاریه دوستو. ذلیل میره چی تر نام هستم میچرکونه کوروش گذاشتی تا 3 روز کوروش خورده گیر برینه. داخل هم ازم آروم تر کن. نازنین کوروش هم دارن میکنین هم که سطح کوروش رو دارین میبینی. آی زلیل بمیری رفیقم و گایدی. چشم رو داره میزنه. اصلا چیتر پر رو بنازم. وای اصلا دوست داشتم در کوروش باشم. فرض کن مثلا این همه سال همه این ماگانی سطح بازیت انقدر بیاد بالا یه چیتر اینجوری بخوری. در 3 دقیقه ناکاوت شد. وای حالا بچه حالا یه ویدیو دیگه هم گرفتم. تک به 4 زدیم با چیتر، تک به 5 زدیم. ویدیو بعد از این ویدیو ببینیم. ببخشید اینجا بعد از این ویدیو میبینیم و داریم گاید چنان کوروش هم چنان مشاهده میفرمایین. این بازیکن خفن تغییر میده. این بازیکن مدیونی فکر کنین چیت بود چقدر قشنگ هدشو میزنه. حالا میگیره و یه عالیه داداش. سیکرا کیرت سریت به به بین آدم. این سطح بازی خدای کدوم یوتیوبری لوتکس داداش شما بیا اینجا برات کفشاتو واکس بزنه عشقم. به به سطح بازی رو ببینین ناموسن اصلا عالی. مطمئنم این آینده داره. یه دونه میزنه رو هوا. اصلا این اون داداش که خودش ادعا داره چیت نیست. اصلا کوروش همون انقدر قویه بهش میگن چیتر. یه چیتر در مقابل چیتر بود دیگه. 20 به هیچ. این بازیکن قهار. کوروش هم میتونه جلوی خودش رو بگیره و کوروشون تحملش در 3 دقیقه بود. در 3 دقیقه. امیر فالکوم 14 کراکن و نادر شاه که بهترین پلیر کال آف دیوتی موبایل اومدن و حتی حالا دیگه خواستم نمای بچه هم بهتون نشون بدم. برام اسپکتم مثلا 4 بودی 5 بودی بگیرم دیگه داداش. ولی اصلا چونه بود خیلی گوشات بود دیگه شد. حالا اصلا شما حمایت بکنید این تنگتر بشه. حالا شاید به یک نبوغی رسیدیم. اینجا هم که حالا ما اسنایپ و جامپ هم گذاشته رو 700 آلردی. خود کوروش جان همه هم که لیدر بوده. حالا دیگه خود دیگه و من لیدرم یا کوروش لیدر. این سطح این ترکیبی که من این چیتر نادر هنوز 1 کیل هم نده به این چیتر. نگاه کنین میخوابه او چیتر بغلش هور میکنه. چه موومنت تمیزی میزنه این بازیکن آرش میخواه که مثلا چی خودش این بات داره. من سفن عوض میکنم. بی پی 50 میتیکو همین اول کار میکشه این بازیکن رو. پرمادر چیتر رم نداره این بازیکن. چیتر رو میبینی که فضاینده داره میزنه. یه دونه نمیدونم نید کجا در اومد اچ میبینی که میزنه و بله اصلا اوه برادر اندرمن شیاف کرده. برادر سطح بازی ندارد، اندرمن دارد. وای ببینیم کی کمان ای سر کی زنده. این بازیکن دو این چهار اوی
بله. چقدر امیر فالکوم زر داره میزنه در پشت پرده. امیر فالکوم اگه از همین تیرمان صدای منو میشنوی اینقدر زر نزن. کالافم همینی. الان که ریدی تو ویدیوی ما مسئله کمتر میکنه ولی کلا زر نزن. خیلی داری زر میزنی. میگیره این بازیکن با بی 50 میشه گیر میاره. چیتر اندرمنیو میزنه. این بازیکن بچه ها دارن همچنان قایده میشن چیتر رو زد. تصویر اینجوری یه جوری حالا تصویر رو بچه ها کرنمون هم واسید عضوگیری میکنه. آیدی تلگرام داخل چنل خودم هست. آیدی چنل هم داخل دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. حمایت خدایی با این سطح بازی با این اکانت حیف نیست حمایت تفیده باشه کنه. وال هک داره رفتم من بچه پایین بودم هوندا داشتم و آدیداس الان شده جانش از این جدیداست ماشینش از این جدیداست. بله دوستان در حالت تجاوز هستین برادر به حالت فایکسان به ما یا حضرت عباس این بازیکن گذاشته رو شلاقی و در حالت فایکسان به ما تک تک ما تجاوز و ترحیم میکنه. این بازیکن قهار و اصلا نمیشه گیرشو برد. برادر چی تو در خار و مادر بالا برده و دارد به ما تجاوز میکند. برای مقابله با این بازیکن شورت آهنی که سهله باید کلا فلاف کان را قیف بذاری قیر بریزی کلا ببندی اون جا رو. داداش نگاه کن وای چیکار دارم میکن وای کاش که موزمنت هم میذاشتم نمیدونم رهبر خدا نه بابا تیر رو زدم به طرف. چرا نمیخوری تو؟ چرا نمیخوری تو؟ 60-11 که 3 تا کیلش هم نمیزدم. بریم ببینیم کیل کمای این مشه رو. یا حضرت عباس این بازیکن کاملا سالمه. یعنی هر کی بگه این بازیکن چیتره خودش چیتره هستن. توهین شده به این عجوبه. دوستان ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. لایک و ساب فراموش نشه. ما واقعا اینجا داریم زحمت میکشیم. خونه خودمون پاره میکنیم.